بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا حجت الله فی ارضه. گفتم به خرد که چیست راه نجات، در سختی روزگار و هول عرصات. در وادی عقل و عشق گشتی زد و گفت، بر طلعت حق نمای مهدی صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. السلام علیک یا نور الله الذی یهتدی به المهتدون و یفرج به عن المؤمنین. سلام مردم، سلام منتظران ظهور حضرت مهدی موعود، ارواحنا له الفدا. الهی که حالتون خوب باشه، سلامت و تندرست باشین. خدا کنه من و شما توی کلاس انتظار یک جمعه که چه عرض کنم، حتی یک روزم غیبت نداشته باشیم توی این کلاس. فرشته های خدا هر روز جلوی اسممون تیک حاضری بزنن، من و شما جزو زمین سازان ظهور حضرت منتقم، حضرت منجی عالم باشیم. و چه سعادتی از این بالاتر و والاتر. یاد گرفتیم تو هفته‌های گذشته از حاج آقای هدایت که شرط این موضوع، شرط تعجیل در فرج امام زمانمون استغاثه و توسل هم هست. این موضوع رو بیشتر تبیین میکنن و استفاده میکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمد. سلام خدمت شما آقای قوامی عزیز، خدمت همه بینندگان عزیزم. انشاءالله که این جمعه و هر جمعه یاد امام زمان جزئی از برنامه‌مون باشه، به طول هفتم کشیده بشه انشاءالله. یادم افتاد به یک خاطره ای که مرحوم آیت الله عظما میلانی، استاد علامه طباطبایی دارن که ایشون میگن که توصیه میکردن به همه مراجعین خودشون، میگفتن که تمام طول روز 1440 دقیقه است. حالا به این چیزی یادمه 1435 دقیقهش مال خودتون، 5 دقیقه اختصاص بدین به امام زمان. روزی 5 دقیقه یاد حضرت باشید. آروم آروم آتشی به دل انسان میاد. من میخوام توصیه بکنم برادرانه به همه عزیزان خودم، شب که میخوایم بخوابیم این زیارت آل یاسین رو بخونیم. میدونین زیارت آل یاسین تو کتاب احتجاج علامه طبرسی اومده، اونم توقیعی از طرف امام زمان علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. لال امرهی تعقلون. اون سر غیبت رو هنوز شما نمیدونید، اما اگر میخواهید اذا اردتم التوجه بنا الی الله فقولوا کما قال الله، اگر میخواهید به ما توجه بکنید و به واسطه توجه به ما به خدا برسید، اون چیزی، اون زیارتی رو بیان بکنید که خدا بیان کرده. توی بین زیارت ها بعضی از زیارت ها از زبان خدا جاری شده. می‌بینیم ما زیارت معصور داریم، یعنی زیارتی که از اهل بیت به ما رسیده، مثل همین زیارت خانم جانمون حضرت معصومه سلام الله علیها که تمام این امامزاده هایی که الان خدمتشون هستیم اینا شعاع اون نور مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها هستن. همه به عشق این خانم اینجا حلقه زدن دور این حرم مطهر. حضرت معصومه جان ما زیارت معصور داره از جانب امام رضا علیه السلام. حالا امام زمان یه زیارتی داره از جانب خداوند متعال، فقولوا کما قال الله. اون زیارت چیه؟ سلام علی آل یاسین. السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته. سلام بر آل یاسین، که حالا بعضیا این قرائت رو در قرآن بیان میکنن که سلام علی آل یاسین. علی کل حال شب به نظر من زیارت از امام زمان رو، زیارت آل یاسین بخونیم. صبحم از خواب بلند بشیم اولین کاری که میکنیم میشه دعای عهد رو بخونیم. خب اللهم وقتی آدم بیدار میشه از خواب سلام معمولا به اطرافیانش. من دیدم همون خیلی ها رو شنیدم، حالا بیدار میشن چشم رو باز میکنن، هنوز چشم بازه تو رخت خواب السلام علیک یا ابا صالح. بعد شروع خدا رحمت بکنه آقای بهجت میفرمودن اگه نصف شب بیدار شدی اول سلام بکن به ملائکه‌ای که تو رو نصف شب بیدارت کردن. اینا زحمت کشیدن تو بیدارت کردن، اولش یه سلام بده، عرض ادب بکن. حالا ما بخوایم ادب بکنیم بگیم اول سلام بدیم به اون کسی که ما رو از مرگ نجات داد. شما میدونین دیگه الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی. دعای اول بیداری اینه، یعنی خدای منو زنده کردی بعد از اینکه به واسطه خواب یه جور روح من پیش تو اومد.
حالا این روح برگشت به برکت امام زمان برگشت. آره اصلا توجه شد. آره سلام، صبح که خواب بیدار میشیم سلام به کسی بدیم که اگه اون نبود اصلا ما نبودیم. عالم مستر به ایشونه، اصلا روزی ما دست ایشونه و بعد بود ما بسته به بود ایشونه. زمین اهالی خودش رو میبلعید اگه حجت خدا نبود. باب الاضطرار الی الحجه. اینقدر به قول چیز نداره که ما صبح بلند میشیم یه سلام به ایشون میده، حداقل کاریه که به نظر میاد. دعای عهد دیگه حالا دعای عهد خوندن و شبم زیارت رسول که اللهم انحال بینی و بینه الموت الذی جعلته علی عبادک حتما مقضیا فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی شاهرا سیفی. خدای من طاقت ندارم مرگ بین من و معشوقم فاصله بندازه، یه کاری بکن من از قبر بیرون بیار، فرصت دیگه نکنم برم لباس بپوشم و این حرفا، با همون کفن شمشیر به دست برم از این آقا حمایت بکنم. خیلی عاشقانه گفتش که دل گفت وصالش به دعا باز توان یافت. عمری است که عمرم همه در کار دعا رفت. شما فرمودین که شرط رسیدن به فرج امام زمان دعاست، توسل، استغاثه است. یه استغاثه فوق‌العاده از حضرت زهرا سلام الله علیها رو به فراخور ایام فرمودیم از کتاب صحیفه فاطمیه و استفاده کردیم. بسم الله. اول اون روایتی که الان محور بحثمون هست، آره، از کمال الدین و تام، کتاب کمال الدین، روایت از امام باقر علیه السلام ابو حمزه سومالی نقل میکنه. حضرت فرمودن که وقتی به ایامی خوردین که ما اهل بیت رو نمیدیدین، ان اصبحتم، از خواب بلند شدی. ببین چقدر اضطرار توشه. یعنی آقا شما در حالت عادی از خواب بلند بشی باید ما رو ببینی دیگه. الان نمیبینی، بزرگترین درده، بزرگترین مشکله. نباشیم وقتی کور شده باشیم به کوری عادت کرده باشیم، این خیلی سخته. یا من یه چشم نمیخوام که، نه آقا ما امام میخوایم، باید امامو ببینیم، باید باش رابطه برقرار بکنی، باید مستقیم ما دستور بده. الان دوران اضطراره، دورانی که ما با واسطه با حضرت در ارتباطی، اونم نواب عام حضرت، مراجع محترم، ولی فقیه رهبرمون، اینا در واقع استنباط میکنن کلام امام رو، ولی ما دردمون اینه چرا خود حضرت رو نمیبینیم. حالا اگر شما صبح از خواب بلند شدید ما رو ندیدید، 2-3 تا کار انجام بدین، خیلی ساده. حضرت فرمودن اولا استغاثه داشته باشین، توسل داشته باشین، دعا بکنید. مهمترین حرکت برای ظهور دعا کردنه. فاکثر دعا به تعجیل الفرج فان فی ذلک فرجکم. همین فرج شما رو محقق میکنه، همین راه رو برای شما باز میکنه. بعد حضرت فرمودن بنظر سنت التی کنتم علیها، به اون راه قطعی عمل بکنید، به اون دستورات قطعی عمل بکنید. جبهه حق رو بشناسین، اون یاران جبهه حق رو بهشون محبت داشته باشین. عبارت رو دارم فارسی رو میگم. دشمنان ما اهل بیت رو بشناسین، دشمنان ما اهل بیت رو دشمنی بکنید. فما اسرع ما یاتیکم الفرج، فرج زود محقق میشه. جبهه حق و باطل رو بشناسیم، حب و بغضمون، محبتمون، دشمنی هامون رو درست انجام بدیم و بعدش هم چی؟ دعا و استغاثه. درست شد؟ حالا تو مرحله دعا و استغاثه بودیم که آقا ببین باید یه جوری باشه زندگیمون این حالت بشه. آن زلیخا از سپندان تا به عود نام جمله چیز یوسف کرده بود. ببین تو هر چیزی می‌بینی آخه امام زمان. تو روایت داره که یوسف وقت انداختن تو چاه، یوسف از ته چاه فریاد زد، گفت داداشا میرید غذا میخورید یاد گرسنگی من باشید، داداشا تشنتون میشه آب میخورید یاد تشنگی من باشید، دور هم جمع میشید داریم با هم بازی میکنید و قربت من اینجا باشید. خدا رحمت بکنه. آقای بهجت میفرمودن امروز مظلوم ترین بنده خدا امام زمان در چاه غیبته. درست شد؟ یه فرمایش امیرالمومنین دارن، یه 4 تا واژه به کار میبرن درباره امام زمان ما، حضرت مهدی. پریدون، وحید، شریدون، خیلی عبارت فرید و وحید و شرید. بله. بابت هر یه دونش باید چند جلسه فقط آدم گریه کنه. اون موقعی که حضرت یوسف مثلا تو اون شرایط بود، تو بیابونا گم شده و اینا، شاید مثلا احساس می‌کنه این، ولی امام زمان یعنی تو اوج همه این ماجرا هست، یعنی طرد شده، تنهای، آواره، بیابانگرد. و یه جمله هم همینجا بگم چون دیگه بحث چاهو مطرح کردیم و حضرت یوسفو، یه جمله بگم. حضرت یعقوب وقتی اومدن پیشش برادرها گفتن که و جاءوا به دم کذب، یه خون دروغین آوردن. حضرت یعقوب متوجه شد، گفتش که شما اشتباه دارید میکنید، بل سولت لکم انفسکم امر فصبر جمیل. گفت فصبر جمیل.
خب پس صبر جمیل لازمه. اما غیر صبر جمیل یه حرکتی هم میخواست. اون حرکت چی بود؟ جناب آقای یعقوب شما که میدونید یوسف رو نهایتا چند کیلومتر اونورتر همین اطراف کنعان بردن. خب پاشیم بریم دنبالش بگردیم. از صبح تا شب 40 سال یعقوب گریه کرد حتی بیضت عیناه. خب پس در کنار ندبه صبح جمعه طول هفته باید دنبال حضرت باشیم. الان حضرت از ما چی میخواد؟ چه تکلیفی از ما داره؟ اون تکلیفه رو مواظبت بکنیم، وظیفه‌مون رو درست انجام بدیم. همین خواستم بگم، یعنی فقط تو مرحله استغاثه و توسل و دعا نباید نشست، باید ایستاد، یعنی اون محتوا عمل کرد در زندگی. دقیقاً. و یادمون باشه که یوسف کنار ماست. یوسف همونی که گفتم اطراف ماست. خدا رحمت بکنه سعدی رو. ذیل این آیه قرآن و نحن اقرب الیه من حبل الورید میگه دوست نزدیکتر از من به من است. این مشکل که من از وی دورم، وینت مشکل که من از وی دورم. چه کنم با که توان گفت که او در کنار من و من محجورم. آره. خب من یه فاصله میخوام بگیرم با اجازه شما. این حالا امروزی شده شاید این دو بیت باشه. گفتش که عمری است که از حضور او جا ماندیم، در قربت سرد خیش تنها ماندیم، او منتظر است تا که ما برگردیم، ماییم که در غیبت کبرا ماندیم. الهی که از غیبت خارج بشیم که گیر ظهور امام زمان نیست. اعوذ بالله. گیر ظهور امام زمان ماهای خدامونی، دنیامونه، زندگیامونه، چسبیدن به مال و زندگی ها و این هاست و انشاءالله هر گره هست باز بشه که به دست خودمونم باز باید بشه، به برکت دعا و توسل و عمل و حرکت و اینها. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بفهم. فرمودن افضل اعمال روز جمعه صلوات بر محمد و آل محمد است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. منم مثل شما سراپاگوشم تا استفاده بکنم از ادامه فرمایشات حاج هدایت. گفتیم باید مضطر بشیم، اون نقطه اضطرارمون رو به دست بیاریم. اوقفنی علی مراکز اضطراری. در دعای عرفه امام حسین علیه السلام میفرماید خدایا اون نقطه دردمو بهم نشون بده، نباشه نقطه درد مریض باشم نفهمم. آقای قوامی دیدیم، من ببخشید مثالو میزنم و خدای نکرده آدم دچار مواد مخدر که میشه، مواد مخدر کارش اینه نیازهای انسان رو جابجا میکنه. ببین تو مثلا نیاز داری به اسم مواد غذایی، پول تو برای مواد غذایی خرج بکنی، بعد اون مواد غذایی که نیازهای اصلی بدنت رو فراموش میکنی، میای یه گردی یه چیزی رو میخوری که بدنت ضرر میزنه. نیاز کاذب. درست. آفرین. بعد نیازهای اصلی تو فراموش میکنی. نیاز به خواب، دیگه فرد استراحت میکنه خوابش نمیبره. نیاز به همسر، به همسرش حاضر بدی بکنه برای اینکه بتونه اون به موادش برسه. بچه‌شو خدای نکرده کتک میزنه برای اینکه به موادش برسه. ببین نیازها رو جابجا میکنه. همه زندگیش میشه رسیدن به یه گردی که به شدت برای بدن مضره. چرا؟ چون الان مراکز نیازشو گم کرده. تو نیازت به همسر، به فرزند، به زندگی سالم، به آرامش، همه چیو خراب کردی. آره. ببین نباشه یه مرتبه خدای نکرده نوع زندگی ما یه جوری بشه که نیازهای اصلیمون رو گم بکنیم. نیاز اصلی ما نیاز به امامه. نیاز اصلی ما اون دولت کریمه امام زمانه. نیاز اصلی ما اینه که بچه‌هامون بتونن امام زمان رو یاری بکنن. خانواده‌های سالمه، خانواده‌ای که توش بچه سالم تربیت بشه برای امام زمان. اینا نیازهای اصلی ماست. نیاز اصلی ما ویلای تو فلان جا و ماشین شاسی فلان و اینا نیست. اینا باشه خوبه، کمک میکنه برای اونجا، ولی نیاز اصلی ما نیست. نباشه یه ازدواج، یه خانواده به خاطر این چیزا خراب بشه. از این بگذرم. میخواستم این نکته رو بگم، چه چیزی ما رو به اون نیازهای اصلیمون واقف میکنه؟ این دعا هاست. در مجموعه بسته درخواستایی که اهل بیت به خدا عرضه میدارن، اون چیزای درستی که ما باید بخواهیم اینا رو به ما یاد میدن. ببین بعد از امام حسین علیه السلام امام سجاد اومد نیازهای اصلی مردم رو نشونشون داد.
اینکه امام حسین علیه السلام فرمودن ملئت بطونکم من الحرام، شما صدای منو نمیشنوید. بابا نیاز اصلی شما این بود صدای منو بشنوید، نیاز اصلی شما این بود که من براتون حکومت بکنم، شهری که توش حسین حاکمه توش زندگی بکنید. اما شما نیاز اصلیتون رو بردین تو کجا؟ تو چیزای بیخود، تو وعده غلط عبیدالله، تو اون یه چند درهم و دیناری که عبیدالله به شما وعده داد، اونجا نیازتون رفت، امامتون رو فراموش کردید. و جالبه که دشمنم کلن در تلاش و تکاپویی که برای ما نیاز سازی بکنه. دقیقاً میخوام همینو بگم. دقیقاً این صحیفه سجادیه، این صحیفه فاطمیه که من اینقدر تو جلسات اینا دست میگیرم، برای اینکه عزیزان من نیازهای واقعیشون رو پیدا بکنن، آروم آروم حول محور برآورده شدن اون نیازها تلاش بکنن، غیر از دعا کردن تلاش هم بکنن. رهبر عزیزمون فرمودن تو این شرایط فعلی دعای 14 صحیفه سجادیه رو بخونید. ببین نوع درخواستا رو ببین. یا من لا یخفی علیه انباء المتظلمین، ای کسی که اون فضای مظلومین عالم از تو پنهان نیست، تو داری میبینی که چه ظلم‌هایی داره تو عالم میشه. ببین نیاز اساسی چیه؟ اینه که من درک بکنم الان اطرافم چه خبره، چه ظلمایی داره میشه، بعد توی اون ظلم‌ها برم با خدا صحبت بکنم. خدایا من یقین دارم، یا من قربت نصرته من المظلومین، نصرت تو با مظلومینه، و بعد عونه عن الظالمین، تو هیچ وقت به ظالمین کمک نمی‌کنی، منم از تو یاد میگیرم، منم هیچ وقت ظالمو تایید نمی‌کنم. ببین آروم داره نیازها درست میشه. جبهه حقو بشناسیم، باطل رو بشناسیم، ظالم بشناسیم، مظلوم بشناسیم، به مظلوم کمک بکنیم. بالا رهبرمون هر جای عالم هستی یه کمک بکن به مظلومین غزه و لبنان و جبهه مقاومتی که الان داریم. خب بدم به شما بگم شعار اصلی اسلام میدونید چیه؟ اینا چیه؟ اون نیازهای اصلی ماست. لا تظلمون ولا تظلمون، نه ظلم میکنند نه ظلم میپذیرند. خیلی مهمه. سکوت ما نسبت به ظالمین ظالم رو تربیت میکنه که بیشتر ظلم بکنه. اگر ما اینجوری تربیت میشدیم، خدا رحمت بکنه امام اول انقلاب این جملات رو فرمودن نه زیر بار ظلم میرویم، نه با ظالم آشتی میکنیم، نه با ظالم کنار میاییم، نه خودمان ظلم میکنیم. ما مواظبت میکنیم که همیشه تو مسیر حق حرکت بکنیم، با ظالم هم کنار نیاییم، به مظلومین هم کمک بکنیم، از همه مظلومین هم حمایت بکنیم. این شعار اسلامه. و این نکته دیگه هم اینه که اسلام اینجوریه که میگه با دستت، با زبانت، با تاییدت، با قلبت همیشه مظلوم و حمایت بکن، در برابر ظالم بایست. کونا للظالم خصما و للمظلوم اونا. آخرین جملات امیرالمؤمنین در وصیتشون به امام حسن و امام حسین وقتی که به ابن ملجم بهشون ضربه زد این جملات رو فرمودن پسرم مواظب باش از ظالم حمایت نکنین، همیشه حامی مظلوم باش. و سومین نکته، برای این که بتونیم در برابر ظالم بایستیم اولین قدمش دعاست، استغاثه است. ببین دارم این سیر بحثو دارم میگم چرا ما میگیم دعا بکنیم، چرا میگیم دعای 14. آقا الان بخوایم در برابر این متجاوزین بایستیم باید اول استغاثه بکنیم. استغاثه دعای 14. استغاثه اون دعایی که جلسه گذشته از صحیفه فاطمیه گفتم. عبارت بعدیش اینه و قد علمت یا الهی ما نالنی من فلان ابن فلان. اینجا حضرت جا خالی گذاشتن، نقطه چین گذاشتن که تو اسم ظالم امروز تو بذاری. امروز رژیم صهیونیستی، امروز این آمریکای جنایتکار، اینا ظالمین واقعی عالم هستن. بعد میگه اللهم، ببین خیلی جالبه این دعای 14 7 صلوات داره 20 درخواست. ادب دعا اینه امام سجاد میخواد با خدا صحبت بکنه، پیامبر اکرم و اهل بیت واسطه میذاره. خدای به حق پیغمبر جواب منو بده، به حق امیرالمؤمنین فاطمه زهرا اللهم صل علی محمد و آل محمد. فرمول نزدیک کردن دعا به اجابت صلوات دقیقاً همینجوره. و خدا به اصطلاح داره که من هیچ وقت اون دعایی که مستجاب اول و آخرش وسطش رو بدون استجابت نمیذارم. صلوات اول و آخر. و خود ظالمی و عدوی ان ظلمی به قوتک، خدا انتقام منو بگیر. ببین دقیقاً نیازهای اصلی الان واقعا نیاز ما اینه که در برابر این ظلمی که داره به مظلومین عالم میشه انتقام بگیریم. میگه خدای انتقام منو بگیر، نباشه اینا بدون انتقام باشه. بعد خیلی جالب تو عبارتهای آخرش میگه خدایا اگه یه وقت صلاح دونستی تو این دنیا انتقام نگیری، عوضش تو اون دنیای انتقام محکم بگیر، بعد ثواب صبر
در برابر این همه مصیبت رو تو قلب ما به ما نشون بده تا بتونیم در برابر این مصیبت ها صبر بکنیم، استقامت بکنیم، از کوره در نریم، یه مرتبه خدای نکرده از مسیر حق خارج نشیم، کم نیاریم. آره کم نیاریم. بعد این چقدر مناجاتش قشنگه. اللهم صل علی محمد و آل محمد ولا تسوق له ظلمی. خدا بهشون اجازه نده اینقدر ظلم بکنن. قدرت دست خودته. ببین درد دل دیگه. خدا نفس دست خودته، حیات دست خودته، اصلا بهشون اجازه نده ظلم بکنن. بعد خیلی جالبه میگه که خدایا ببین تو رو خدا ببین از نعمتای تو دارن استفاده میکنن. تو اینجا میگه از نعمتای تو دارن استفاده میکنن، بر علیه تو دارن قیام میکنن. خدا جلوشون رو بگیر. من شکایت دارم، به تو شکایت دارم نه به مردم. خود اینجا حضرت میفهمد که اللهم لا اشکو الی احد سواک. خدا ببین من در دلم کسی غیر از تو نمیگم. خدا قرقر نمیکنم. خدایا جو ناامیدی را نمیندازم، ولی به تو شکایت میکنم. خدایا اینا نعمتای تو دارن استفاده دارن میکنن. وقرن شکایتی به تغییر. خدایا من الان اومدم پیش قاضی دارم شکایت میکنم، یه عکس العملی هم نشون بدی یا تغییری هم ایجاد بشه، فردا صبح از خواب بلند بشم جبهه مقاومت پیروز بشه، ریشه این ظالمین کنده بشه. خیلی قشنگه. خدایا من میبینم این سگ هار داره هاری میکنه، میبینم این سگ هار به کوچیک و بزرگ رحم نمیکنه، بیمارستان رو میزنه. خدایا یه درخواست ازت دارم، نباشه من خودم یه مرتبه شبیه اینا بشم. و ضمنی منم حفظ بکن من مثل افعالهی، نباشه ما یه مرتبه خلاصی اسرائیل کوچولو من خودم بشم، نباشه یعنی منم ظلم بکنم، بزنه بچم ظلم بکنم. خدایا من زمانی میتونم در برابر ظالم محکم بایستم که خودم کاملا با ظلم عملا مخالفت بکنم، خودم ظلم نکنم. به قول آقا ما زمانی از سیمخاردارها عبور میکنیم که از سیمخارده نفسمون عبور بکنیم. نفس کیف میکنه که ظلم بکنه، جلوشو بگیریم، صبر بکنیم در برابر طاعت خدا و در برابر معصیت. خیلی خوب. الهی آمین. انشالله که خدا توفیق بده در این مسیر نورانی که اهل بیت برای ما ترسیم کردن و شما به این زیبایی دارین تبیین میکنین بتونیم قدم برداریم. من واقعا اعتقادم و باور قلبی ما جایینی که بلای جانسوز عصر ما غیبت نیست، غفلته. واقعا امام دست نیافتنی نیست، دستای ما بسته است. امام در پس پرده غیبت نیست، پرده به چشمای ماست. ما باید بجنبیم. تو خود حجابی حافظ، حجاب خودی حافظ از میان برخیز. آره واقعا همینطوره. و ما اگر مبنای حرکتمون قرآن کریم و کلمات معصومین باشه و بهش عمل بکنیم، انقدر نباید دیگه طول میکشید و بکشید. انشالله به عمق این اضطرار دست پیدا بکنیم و واقف بشیم و براش حرکت بکنیم و تلاش بکنیم. اجر شما با حضرت مهدی انشالله. زنده باشید. خیلی ممنونم که تا پایان برنامه خودتون رو تماشا کردید. با کوتاه‌ترین دعا برای بلندترین آرزو برنامه رو تمام میکنیم. اللهم عجل ولیک الفرج. اللهم آمین. یا حق. خداحافظ.